به نام الله نهایت بخشنده و مهربان. درود و رحمت الهی به معلم بشریت، رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و ازکی السلام. با مدد و کمک پروردگار عالمیان امروز انشاءالله درباره اهمیت تربیت کودک در اسلام گفته میگذاریم. حقیقتا بهترین نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش عطا کرده است این فرزند است. الله سبحانه و تعالی بندگانش در سوره نحل در آیت 18 آگاه کرده میگوید استعیذ بالله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. پروردگار نشانی مهربانی خودش برای بندگان در این آیت کریمه ذکر کرده، تأکید کرده میگوید که ای بندگانم، من برای شما خیلی مهربانم، من شما را دوست میدارم. نشانه مهربانی و دوست داشتنی من میگوید پروردگار برای شما نعمت‌های بیشمار عطا کردم. این نعمت‌های داده من میگوید پروردگار اگر شما خواهید که شمار میکنیم شمار کردن نمیتوانید. اکنون در تفسیر این آیه کریمه مفسران با همدیگر اتفاق میکنند که بهترین نعمتی داده الله فرزند است. اکنون در برابر نعمت‌های دادگیش پروردگار از بندگانش نه مدد، نه رزق، نه قوت، نه دیگر چیزی دیگر طلب میکند. و ما اريد منهم ان يطعموني و ما اريد منهم رزقا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این آیات های کریمه به آن دلالت میکنند که پروردگار در برابر نعمت های دادگیش از بندگانش نه رزق، نه مدد، نه کمک، چون که خود دهنده رزق خودش است. ذو القوة المتین، تمام ملک در اختیار پروردگار است. اکنون در برابر نعمت‌های دادگیش آفریدگار از بندگانش فقط یک چیز را طلب می‌کند، این هم باشد شکر همون نعمت بجا بیارید. مادامی که فرزند بهترین نعمتی داده الله باشد، شکر این نعمت کدام وقت مکمل بجا آورده می‌شود. حقیقتا ما به برنامه معلم بشریت حضرت محمد مصطفی علیه السلام نگاه کنیم. شکرگزاری نعمت ها از آن جمله شکرگزاری این نعمت عظما فرزند به تفصیل بیان کرده شده است. اولین شکرگزاری این نعمت حق و حقوق فرزند را اگر والدین بجا بیارند شکرگزاری این نعمت بجا می بیارد. امروز موضوع صحبت ما هم انشاءالله درباره حق و حقوق فرزند در گردن والدین است. اول ما به منهج نبوی به منهج رسول اکرم علیه السلام نگاه کنیم. پیغمبر خدا میگوید که اولین حق و حقوق فرزند در گردن والدین پیش از به دنیا آمدن فرزند پدر و مادر میگویند که باید که چیکار احتیاط کنند که فرزند به قوه و کوچ حلال در بطن مادر افتد. یعنی پدر و مادر باید که به تقوا باشند، از خدا ترسند، چیزهای شبهناک از چیز حرام و شبهناک باید که اجتناب ورزند، خودداری کنند. همون وقت حق اولین فرزند به جا می‌آید. اکنون آن کسانی که حق اولین فرزند به جا می‌آورند از چیز حرام خودداری می‌کنند، در این باره یکی از سخنان پدر امیرالمؤمنین فی علم الحدیث یا که صاحب کتاب اصح الکتاب بعد کتاب الله امام بخاری نگاه میکنیم. به همگان معلوم که در دنیای اسلام از فرزندان ملت ما، از تاجیکان، از فارزبانان در همه علم مشهورترین علما هستند. از آن جمله امام بخاری در علم حدیث امیرالمؤمنین فی علم الحدیث. غیر از امام بخاری در این مسئله یگان کس این عنوان را نگرفته است، یا که کتابشان میگویند که اصح الکتاب بعد کتاب الله، یعنی از همه صحیح ترین کتاب بعد از کتاب بی الله این کتاب امام بخاری است. اکنون این شخص خود از خود به این درجه، به این عنوان، به این مرتبه نازل شدگی نیستند، بلکه از سبب حق اولین فرزندشان پدر و مادر امام بخاری به جا آوردند، به محنت حلال، به کوچ حلال، به زندگی کردن به دنیا خداوند این کسی عطا کرد، آفرید. سبب اساسش همین است، چون که امام بخاری پدرشان قسم خورده میگن که به الله قسم در مال من میگن چیزی شبهناک نیست.
و مانند امام بخاری در همون زمانشان پدرشان هم در بخارا یکی از محدثان بودن، گرچه به مانند فرزند اینقدر که مشهور هم که نباشند، یکی از محدثان بودن. اکنون ما حق اولین فرزند اگر به جا بیاریم، فرزند تا به کدام درجه ان شاء الله میرسد. اکنون حق دومین فرزند در گردن پدر و مادر این هم باشد البته نام خوب ماندن، ختنه‌تویی، شکر همون نعمت الهی را به جا آوردن. البته اینها به مجرد یک مراتبه به جا آوردن از گردن پدر و مادر ساقط می شود. اما یک حق اساسی، حقی که تا پدر و مادر زنده هستند در گردن ویها این حق فرزند می رسد، این تعلیم و تربیه راه درست. امروز موضوع ما هم همین است که باید که هر یک پدر و مادر از همه مسئولیت اساسی فرزند که پروردگار در روز قیامت میپرسد. در سوره تکاثر در آیت 8 پروردگار میگوید که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تأکید میکند پروردگار که از این نعمتهای دادگیش در روز قیامت نعمت دهنده آفریدگار شما از این نعمتها میپرسد. مادامی که فرزند بهترین نعمت الهی برای پدر و مادر بوده است، الله سبحانه و تعالی ای پدر ای مادر این نعمت من برای تو دادم، آیا تو همین نعمت من حق و حقوقش به جا آوردی؟ گفته پروردگار میپرسید است. اکنون البته پدر و مادر مسئول بودن که این حقی که تا زنده هستند در گردن پدر و مادر هست حرکت کنند که فرزندان در راه درست، در راه پاک، در راه حلال تربیه کنند. اکنون تربیه فرزند کدام وقت آسان می شود؟ وقتی که فرزند پدر و مادر به قدر توانایی، یعنی از چیزهای شبهناک، از چیزهای حرام نگاه داشتن خودشان به محنت خود، به محنت حلال، به آن چیزهایی که پروردگار حلال کرده است به همونها زندگی کردن، البته فرزند در تربیه که شد تربیه و آسان می شود آینده. حضرت علی رضی الله عنه که عالم ترین صحابه بودند، برای خاطر آسان شدن تربیه فرزند میگوین که من عرف ربه لقد عرف نفسه. کدام پدر و مادری که پروردگارشان، آفریدگارشان، همون دهنده فرزند چطوری که دستور داده است من شناسد، همین خیلی شناسد پروردگار. وقتی که همون فرزند پروردگارش که شناخت، ای فرزند تربیتش آینده آسان میشه. حقیقتا ما و شما با آیات‌های قرآن نگاه میکنیم که پروردگار در قرآن عظیم شان چی میگوید؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار در این آیت کریمه میگوید که کدام کسانی که از پروردگار میترسند، خداوند میشناسند چطوری که دستور داده است، الله سبحانه و تعالی برای ویها تمام مشکلات دنیا و آخرت آسان میکنه. از این معلوم میشه که آن پدر و مادری که دلشون برای فرزندشون میسوزد، فرزندشون در این دنیا و آخرت برای ویها منفعت رسان شود، البته فرزند چه کردن کنه؟ خدا شناس کردن کنه. وقتی که فرزند پروردگارش حقیقتا شناخت، همون وقت و حق و حقوق پدر و مادرش میداند، همون وقت حق و حقوق حد و همسایش میداند، همون وقت به قدر تنجی و آرامی و آسایشتگی وطنش میرسد. از برای خاطر همینم البته در این باره ما چقدر سخنها گوییم، سخن به آخر رسانیده نمیتوانیم. در آخر یک چیز گفتنی هستیم که حقیقتا یک زمان خیلی هم پرتلاطم، زمان خیلی هم یعنی پیشرفته هست. در این زمان مسئولیت پدر و مادر نسبت فرزند در پیشگاه پروردگارشان چندین مراتب زیاد می شود. از برای خاطر همینم حرکت کردن در کار که از این نعمت تنجی و آرامی و آسایشتگی دیار استفاده برده، فرزندها را در راه درست، در راهی که قدرشناسی خودش میشناسد، ملتش میشناسد، دینش میشناسد، در همون راه البته تربیه کردن در کار است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.